مردم کوفه یه سال آمدن خدمت امیرالمؤمنین، گفتن آقا امسال باران نیامده، صحراها خشک، مرتعها مزارع داره آسیب می‌بینن. وقتی اظهار گلایه کردن، آقا خطاب کردن به امام حسین، گفتن بابا برخیز دعا کن باران. ای حسینی که به دعای تو باران آمد اما آب رو به رو بست. نفس شما سیراب میکرد عالمیان را و آدمیان را. میگن تا دعای امام حسین تمام شد، ابرها فضای آسمان کوفه رو پوشاند، چنان باران نافعی گرفت که بعضی از افراد اطراف کوفه آمدن گفتن تمام این دره‌ها و جویه‌ها و نهرها پر از آب شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم مؤتی الخیرات و منزل البرکات، ارسل السماء علینا مدرارا و اسقنا غیثا مقدارا واسعا غدقا مجللا سحا صفوها فجاجا تنفسوا به الرفع من عبادك و تحیی به المیت من بلادك آمین